بچهش تا با افیر بگی السلام علیکم تمامی تماشاگران سانحه رحیم پروداکشن کسانی که نو اومدین خوش اومدین دوستان عزیز. امروز ما همراه برادر عزیزمون برادر قند جیگرمون اکا عبدالله جان یک تصمیم خوب یک توفای بهترین برای هر یک شما آماده کردیم که کسی که در این دکان ما مرکز خدمت رسانی زیارت شو مهمان شوه حتما یک توفای بهترین نگاه که از یک تا صدها چنین توفا داریم. امروز خواستیم که اولین توفا رو همراه اکای عبدالله جان انمی ماشین‌ها برای رشد گرفتن. خیلی بیا گپ زیاد نکنیم، یک دو سخن با اکای شیرخان و سرودخان و بهترین قصه های خوب میگه با اکای عبدالله جان تیم. سلام باشین. میگه که ای هم نفس و هم قدم و هم وطنی من، ای پاره ببریده از اقصای تنی من، ای آن که رود نام تو در این سخنی من، ای آن که به من نزدیک و دوری زمانی من. سلام و گرم و جوشان به همه اون هموطنان، مخصوص به اون هموطنانی که به مثل ما رحیم جان در غریبی هستند. سلام خودمون الحمدلله که میرسانیم و دعا میکنیم که همیشه سربلند باشن، تن شما درد نبیند. پیش از همه وقتی که تن شما درد دید مادرها در اوج غم میخورد. به همین خاطر خودتان احتیاط کنید. امروز الحمدلله ما تصمیم گرفتیم با همراه برادر رحیم جان. من میدونم غریبی کوی سخت است ای برادر، غریبان را نکو دار و میازار. ما هم به خاطر هموطنان خود خواستیم که یک کمی هم باشد وقتشون خوش بکنیم. توفه ها آماده کردیم. هر اون نفرهایی که هر اون برادرهایی که در دکان ما مهمان میشوند الحمدلله بعد از حجامه کردن یک تا از این توفه ها الحمدلله که داده می شود. ماشاءالله بهترین برادران عزیز، به خاطری که اکای عبدالله جان اولین در افیر یوتیوب کانال ما در اومده سخن کردن، همه کسا برای پیشروی نمیکنیم و یا لایک با شرط با شناسی با دک با کروشکا با همه چی میزنیم و یک کامنتری خوب مینویسیم برای پیشروی کاری ما. و این چونین ما باوری کامل دارم که از کاری ما هر یک کدام شما هم نیست خوشحال میشین و صاحب توفا میشین. ما یگان چیز عکس یا یگان چیز نمیگیم، این همچون حرمت از طرف ما به هر یک شما برادران عزیز که ما شما را قدر میکنیم، شما ما را قدر میکنیم. به همین دکان ما میایین هجوما میگیرین، همراه ما صحبت میکنین. یک چیز بس همین هر یک کدام شما برسانم از انمی ساعت 8 از همین روز انمی توفای ما سر شد. کسانی که میخواد که از صحبت اکای عبدالله جان و از صحبت ما از صحبت قاری جان کمی لذت برای همراه ما شینه سر یک پیاله چای الان کلبه فکرانه ما در صحبت آراسته کند. این بگاه الان بگاه جامعه پگاه شنبه روز یک شنبه سه روز ما در همین دکانیم و میتونیم بین هم حجامه بگیرین هم یک صحبت خوب و بهترینه انشالله که پیشکش هر یک شما کنیم. بسیاری در کامنتر می نویسین که اکای عبدالله جان ما شما را از کجا بقب کرده میتونیم همراهتون یک صحبت کنیم، یک سخنای شیرین شما را از نزدیک ببینیم. هر آن که ما در تلفن میبینیم میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. اکای عبدالله جان و میگذاریم سری مقصد برادر جانای عزیز. امروز عکسی ما در انمی مترو براتسلافسکی اکای جان ادرس های پرا شما خودتون گپ زنین در کجا داریم اکای جان. خیلی به همگان معلوم است که به برادرای ما معلوم است که ما در کجا قرار داریم. در مرکز روسیه شهر مسکو مترو براتسلافسکایا و در خیمکی الحمدلله رایون خیمکی کیرو 10 کورپوس 2 در مترو براتسلافسکایا کوچه براتسلافسکای 6. الحمدلله بسیار از برادرها آمدن احترام میکنن، ما را میآیند با بسیار وقت خوش میشود. یک چیز میگن که صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. الحمدلله رحیم جان خطی صحبت ها داشتیم چند پیش از این قبلا مقصد در افیرا و همین برادرمون وای کردن پیشگویی کردن که مقصد بیا همین کار را بکنیم ما که برادرها بیاین. الحمدلله اون نفرهایی که احترام میکنن رحیم جان بیاین. اینا الحمدلله این بگاه جمعه میشود 14 اکتبر، 15 اکتبر، 16 اکتبر. الحمدلله انمی عاشق خدا انمی رحیم جان برادر ما در همین دکان ما میشود. هر اون نفری که میبیاید الحمدلله از دیدار مبارک برادرمان انشاءالله بی نصیب نمیرود. و الحمدلله توفه های ما ایرا آماده کردیم. هر اون نفری که حجامه میکنه بعد از حجامه الحمدلله انمی توفه را با دستای مبارک همین برادرمان به همون نفری که ما را احترام میکنه و رحیم جان احترام میکنه میآید به همون نفر داده میشود.
سخن از شما بله برادر جان عزیز با یک بلگرام کسی در افیر یا لایکی را بزنه تا که دیگران از افیر ما با خبر شوند. حاضر حتما قاری جان آدرس پرر را میپرتیم و در کامنتر ذکر پیت میکنیم. دوستان عزیز هر روز ما روز یادخی نداریم، از همین روز تا ساعت یک شب ما کار میکنیم. میتونه کسی نزدیکای نمی براتسلافسکی مارینسکی پارک مترو لوبلینو و همین کاتساوی در نزدیک بخیزین حاضر بین این حال ما در همین دکان فکرانه که ما قرار داریم. ان شاء الله که بهترین برادر عزیز ما قاری جان هم میخونه، حجومه همش در درون میداره. این دوستان عزیز فقط تحفه برای پیشروی کارمون و برای خیر همه صدقات دکانمون برای شما کردیم دوستان عزیز که شما هم بینوا نرین از دکان ما برادر جان. ان شاء الله که با بهترین داره اینجا در بین خوردن چای با هر یک کدای ما شما پدرکای برادر جان خندم و حاضر ان شاء الله همراه یک عبدالله جان ما از فیتابوچ از رفت کار همه شما را آگاه میکنیم که چی خیل گذرانده میشه و ما شما را انتظاریم. آدرس های پراین ان شاء الله در کامنتر هم مینویسه ذکر پیت میکنیم خدمت یا چی دیگر میگم که میگه غریبان را کی میپرسد در این شام غریبانه، تمام خلق بی‌پروا تمام ملک بیگانه. تصمیم گرفتیم همین کارا که همون غریبایی که دور از وطنن این همین کلبه ما الحمدلله یک گوشه وطنه بیاین هم صحبت میشویم. الحمدلله رحیم جان در همینجا هست همه روزه از ساعت 9 سحر تا یا یک شب خیلی که در قبل در بالا قید کرده گذاشتم برادرمون ما در خدمت شما هستیم الحمدلله. و خیلی که برادرمون گفتم الحمدلله میریم حوزه همه را میبینیم فیتابوچکا و چگونه هست الحمدلله ما چگونه وایها داریم خدمت رسانی داریم برای شما الحمدلله نشان میدیم. برادر جان برای رقم یک بار رقم را گپ زدن برادر جان حاضر در کدام رقم تماس برآمدن میتونن برادر جان که بیان حاضر به نظمونا الحمدلله پلوس 7 977 اوستا برادر جان افیرای برادر جان نشه این همینجا نمیشه برادر جان ممکن خیرم که باشم نگم همه بگیرین تلفن را در دست پلوس 7 977 049 41 ای مترو لوبلینو ای شای براتسلافسکا اینا میشه الحمدلله بیایم و اینجا در اینجا پلوس 7 977 049 42 در الحمدلله 3 روز امشب پگاه دیگه ان شاء الله رحیم جان مهمونی ما میشه. هر اون نفرهایی که قدر میکنن رحمه میبینن الحمدلله در این دکان ما هست. اینا برادر جان خواهد ما از رفت کار همه شما را ایشان میتیم برادر جان. اینا موشینکه با هر یک شما پدرکه با همون اساس پلاش اینا برای قاری جان بفهمونه اینا همش هست یکان کمبودی نداره یک تدتن یک محشر نگاه که بهترین میشه انشاءالله. انا سر میکنیم اینا برادر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا برادر جان همه کسا کم بس چیکنده مقصد لایک ازنه شیروی نار الحمدلله نفرو که میبینم همینجا حق نمیم پیشواز میگیریم شما الحمدلله اینجا تفلکاشون رو میکشن اینا شلوک کاره الحمدلله بعد هر یک تاشون دیزینفکس میکنیم الحمدلله همین را حتما اینا برادر جان حاضر یک چیز ما پیشنهاد چون کنم چخیلی که هر یک شما گفتین حاضر تونایسن برادرا را این آدرس های ما همین نمره اینم 4 تا 10 نویسین حاضر بیاین برادر جان ما همه شما را اجازه داریم. کسی که یک هجومه میگیره یک اینا ماشینکه پدرکش اینا همه گرفتین آدرس را تو خارجا نویسن ما ان شاء الله آدرس را اینا پیشنهاد شما کردیم. اینا مرکز خدمت رسانی زیارتچوب اینا توفا اینا با قندکام داره بیا کی برادرمون الحمدلله دستکش اینا اینا برادر خودمون اینا الحمدلله همه برادر ما هر کسی که ما هر لحظه میگم که هر اون نفری که میبیاین اونا به حیث کلینت نیستن او به حیث برادران به حیث مهمان عطای خداوند ما گرامی میداریم. با هم خاطر این برادر ما راحت کردیسته استراحت کردیسته الحمدلله حاضر حجامش میگیریم در اینجا و میریم توفر الحمدلله میتیم. این دکتر جان اخی یک شناس کنیم دکتر اسراری. السلام علیکم و رحمت الله آمده برادران بیاین ان شاء الله در خدمت بله برادر جان نه برای این ما الحمدلله گپ زدگیم یک چیز پیشنهاد شما کنیم قطعا که عبدالله جان شما یک بین اگر فیتابوچکا و مساج بگیرین نگاه کنین همه نمود دارو برای سلامتی هر یک شما هست برادر جان. اینا چخیلی که دیدین وقتی اینا سری کلقتی همه دکتر جان گرفتگی هجومه ان شاء الله که بهترینه. باز اینا از دودارچه میپرسیم که چخیلی وضعیتش. السلام علیکم. و علیکم السلام اکرم جان. چخیلی دودار جانی ما بهترین چخیلی اگون چی حس کردی؟ او در
تمام بدن و خویش دیگه. انا دیدی و بهترین بیایی هجوما ها کالج جمعه بیایی بهترین جو بهترین دسترس بهترین کار و فعالیت انا دیدین برادر همینجا هست همه تونده جا میرسن یک جا دو جا یگان جا هست برادر جونو فقط از شما اومدن تموم دیگر یگان کمبودی نیست همه چیز هست انشالله با صحبت خوب و بهترین همراه ما میکنیم برادر جونو عزیز انشالله یگان میده زیغ نشین همه کسا که میبینیم چند کس میدونه برادر جونو دوستورم دعوت میکنیم از همین روز تا هفته میومد بعد هفته دیگری با در خیم که میشود دکان دیگری ما انشالله که در اونجا هست با اکسیای خوب تو در خیم که میشود همه اکسیون الحمدلله داخل کی شود گفتم اونم الحمدلله که هفته دیگه شنبه یک شنبه رحیم جون هر ما میریم انشالله که شما را در خیم کی انتظار میشیم اون نفرهایی که راهشون دورترن مثلا طرفای زوینیگراد یا که ایسترا یا که کرافتگورز ایس میتیشی خیم کی الحمدلله انتظار شوین هفته روز شنبه یک شنبه میریم خاطر رحیم جون الحمدلله در خیم کی میشیم رحیم جون انشالله که توفارو در دستی هر اون نفرهایی که مهمان میشوند خودش به دستی میتیه و یک چیز دیگر هم بس همه شما برادرها برسونم که همین روز که توفه ها آماده کردیم و سر کردیم در خیم که هم که اگر این هفته کسی میرود داده میشود بعد از حجامه یک تا توفه داده میشود باقی در امان خدا با صحبت دوام برادر هزار آمد اینا برادر جان که گفتن اکه عبدالله جان درست قید کرد یک چیز میگن اکه عبدالله جان برای هجومه گرفتن خود بسیارش نمیدونه که نرخش یک دو کس پردیسای برای نرخش حاجی ما همجا در اومدن نرخی هجومه ما برادر جان حاجی همجا فیتابوچکا سه نمود مساج همش 2500 روبل توفه و ماشینکا توفه ماشینکا انا می توفه را برای هر یکی ما شما کردگیم برادر جان شاید بسیاریت بگه که نرخش 5000 6000 دیگر نه الحمدلله 2500 روبل همه مساج همش در درونش میدرویا که بخیر هر یک چیزی که میکنین گفتم که شنیدن که باید مونن دیدن آی پیج بینن ماشاءالله بهترین یک عبدالله جان یک 4 تا شیرای از انمو کاغذ پیچکو در برای چی گم زنم خیر یک 4 مثال هست که میگه که همه را در نظر دارم میگه پدر خوب است مادر نازنین است برادر میوه روی زمین است عزیزان برادران قدر همدیگر بدانه که جای هممون زیر زمین است این دنیا در یک وفاداری میمونه این دنیا در یک مهر و محبت میمونه یکدیگر را دوست بدارین احترام کنید ما چطور که دو مثال دیگه در بالا گفته بودم درباره غریبا مثلا یکدیگر را احترام کنین یکدیگر را حرمت بکنین هر جای هستین اقلا لا اقل خوبی اگر بدی خوبی تو ممکن نرسه بدی تو نرسونید در شما صدقه ما فقط دعاگوی شما هستیم ما شما برای یک بچه که غریب در این ملک غریبانه قفای رزق روزی الحمدلله قطعی نمی برادر یک بار سلیم افسر نویسه که ادرسو کجای ادرسو بار دیگه میگم مسکوا پایتخت روسیه مترو براتسلافسکایا улица براتسلافسکایا 6 نمره تلفن گفته گذاشتیم +7 977 049 41 و 42 الحمدلله حاضر برادر جانم بعد افیر ادرس های پرا قطعی نمره تلفن در کامنتر ذکر پیدا میشود بعد افیر بر اومدن ما میتونیم برادر جانم بدرین زنگ بزنین دویده بخیزیم بیاید تا ساعت یک ما کار میکنیم هرچند که آدم بسیار باشه تا ساعت 2 3 کار میکنیم ما که جان اگر بسیار بعد بیان ان شاء الله ای اگر 10 کس هم بیاد تو شما را بود نکنیم برادر جان نمیگیم که روزی کاریمو تمام شدن دکتر جان در کار شب 24 ساعت خدمت میکنه ان شاء الله بعد نویسن که میخونم بله برادر جان خواندنم نیست در درون انمی نرخ میدروه برادر جان خواندن جداگانه نرخ برادر جان وقتی که ما حجامه میکنیم بعد از فیتابوش که سه نمودی مساج میشود و بعدا وقتی که لیزر میزنیم در انمو هنگام با آیات قرآن با کلام الله الحمدلله خوانده لیزر زده میشود اینایی الحمدلله یگان نرخ نداره همش در درون همین میروه یکمش چی میشود رحیم جان بار دیگه مونو فیتابوشکا الحمدلله سه نمودی مساج و حجامه در اونجا وقتی حجامه در لیزر داده خواندن میشود آیات قرآن قطعی الحمدلله آیات قرآن خیلی همه در معلومه که الحمدلله در تمام دردها شفای ان شاء الله شفا بخشه این هم خیلی برادر جان همش مینیمم 40-45 منوت وقت همون نیم ساعت بالاتر میروه برادر جان 50 تا وقت ما گفتیم 15 برادر فیتابوشکا میکشویا این یه جبیو دیگه چیه نشون تیم تا بگو برادر اینا برادر
که میگویم آها. با توفه های الحمدلله این توفه ها را خدا خواهد 2 هفته که ایران الحمدلله با برای برادرات دیگه نمود توفه ها پیشنهاد میکنم. شما حتی میتونن که اکه عبدالله جان فکرشون در کامنتر بنویسن که از چی ما عکس کنیم. بله بله این گونه هم میشود. یک دو مثال شعری همینجا من میخوام که بگم. آها. میگه که حرف بد را بر لب آوردن خطاست، کافر و مؤمن همه خلق خداست. یعنی که محمد اقبال لاهوری گفته که حرف بد را بر لب آوردن خطاست، ولی کاری بد یک طرف مونیم، سخنی بد حتی بر لب آوردن میگه چی میگه؟ خطاست میگه. کافر و مؤمن همه مرد خداست. هر که جایی باشین، تنصیحت باشین، خانه آباد باشین، ضررتون هیچ کدام نرسه، فقط خوبیتون. ایروی شما پدر و مادر فقط چی بشنوه؟ رحمت الله برسه بشنوه. اینجا بیا برادر. انا این برادر کتابش که برومد، این الحمدلله دکتر جان فقط دیزینفکسیا میکنه. بعد هر یک کس الحمدلله ما دیزینفکسیا میکنیم برای که سلامتی گفتم میگم برادر. الحمدلله مهمان میشوند در خاطر چی؟ سلامتیمون بهبودی شود. ما هم الحمدلله اولش که الله خودش کوشش میکنیم که همه چی تازه آزاده باشه. دلیلشو بر آبشی همش 2500 روبل میشه. بله. همش 2500 روبل میشه. اینا بعد برآمده نگاه کن. بیا که اینا یک مساج اینا نگاه. یکم مساج رفته است. این مساج خاطی چی میشه؟ مقصد این اپارات خاطی. برای زنها نیز انشالله که روزهای نزدیک در وای هست. انشالله نقشه ده هست. خدا میگه هر چی که ما خواستیم نه اون میشود، هر چی خدا خواست همون میشود. بله. خدا کی وقت خواسته باشه برادران بسیار بعد میپرسن الحمدلله ما خدا کی وقت خواسته باشه همون وقت زنانه را گوی میکنیم، لیکن در نیت هست. در میگن نیت نیمی دولت. الحمدلله نیت هست برادر. این ای برادر من الحمدلله یکم مساج اپارات خاطی بعد از این مساج دستی میشود با وقتی میشود وقتی مساج بعداً بانکور ان شاء الله میزنیم و تا مبارک خاطی الحمدلله میخونیم. واقعا بهترین. انا دوستان عزیز 58 تون با خدا در افیر. حاج ما بعد افیر ادرس را پر در کامنتر ذکر پیدا میکنیم. همتون انتظاریم ان شاء الله بیاین برادر جانای عزیز ما. خیر دوستان عزیز.